Assalomu alaykum do'stlar aziz. Imroz ma qaror داریم در ناحیه کویبش دهه توت budasi do'stlar aziz. در اینجا ما 18 تا پنل را سنوک کردیم. یوکنین چقدر خوب اومده است. واسه خدا خواهد کابلاش هم بچسبونیم. این اینجا خدا خواهد پول سید میشه ان شاء الله. 18 تا پنل 11 کیلووات اینورتر گیبریدی 15 کیلووات باتری لیتی ژلز فسفر خدا خواهد همین خونه آبشی سید میشود دوستان عزیز. بسیار کس میگه لبوچی استفاده برده میگه که هم خیلی اکنون зависит заряд نگاه کرده 15 کیلووات ذخیره دارین میتونین 2 ساعت بود که میتونین تا ساعت استفاده کنین و در دست خودتون است. اکنون حاضر پنلوشا بود کردیم کابلوشا میکشه هم مشابه باید دیگه نوار میگیریم. انتظار باشید دوستان عزیز. ویدیوی نغز برای شما تقدیم میکنیم. کویبش تا قرار داریم خدا خواهد. این خیلی پنل‌ها چسبونده. دوستان عزیز اینا طرفی سیستم باتریش ناحیه عبدالرحمن جامی دهه участке توت بوده است. اینورتر ما 11 کیلووات و در اینجا اینا شیتو همش قویدایی و ایپارا اینا دتا روبینی کده موندیم یاتش دیگه خونه میاد دیمش ایپارا خونه خلاص خونه تا دتا وچوچیک بود هدینش کده موندیم. اینا باتری لیتی 15 کیلووات سویت دولتی نیست حاضر ساعت چند شید؟ ساعت 10 قریبان. اینا 36% نوزی زره داره سویت مون ای همین سونشت مون کار کرده ایستاده است. خب راست خودی کنه 200 حاضر 220 وات 230 وات کار کرده است. فقط اسشینی و لامچکو تلویزیون تمام دیگه یکم چیزی لازم نداره. هم خیلی دوستان عزیز اینا تایور سیستم خدا خواهد کار باید برآمد ان شاء الله. چی شد اینا برای زایده که دولتی بولوش میکنه اسید دولتی زرد گیفتا رفتن میگیره 15 کیلووات باتری لیتی